اولین واکنش و توضیحات رسمی پژمان جمشیدی بعد از ترک ایران و رسیدنش به استانبول. همانگونه که می‌دانیم پژمان جمشیدی ایران را به مقصد استانبول ترک کرد و بعد از ترک کردن ایران خیلی حواشی به وجود اومد. از این که شاید کلمه فرار مناسب این وضعیتی باشه که پژمان جمشیدی درش قرار گرفته، اما نهایتاً اولین توضیحات و اولین واکنش رسمیش چندی پیش بیرون اومد و صحبت‌های انجام داد که کمی مردم رو آروم کرد و به صحبت‌هایی که انجام داده بود پرداخت و میشه امیدوار بود که این اتفاقات دروغه و واقعیت نداره. پژمان جمشیدی که با وثیقه 200 میلیاردی آزاد شده بود، نهایتاً به خاطر یک سری کارهایی که خودش اونها رو کارهای اداری و رسیدن به زندگی خانوادگی خودش دونست به استانبول سفر کرد. بخشی از صحبت‌های پژمان در همین خصوص اینجوری بوده که تا صدور حکم نهایی من مطیع قانونم و به دونه‌های خاک مادرم قسم می‌خورم که همه داستان‌هایی که امروز شاکی و مادرش مطرح کردن ساختگی بوده. من کل ایل و تبارم خارج از کشور هستن و وظیفه خودم میدونم برم خارج به صورت حضوری توی چشم بابام نگاه کنم و بهش بگم که پسرت همون انسانی که تو توقع داری و همه اینها دروغه و مرگ من روزی که جلوی مردم کشورم شرمنده بشم. و صحبتهایی رو که انجام داد در قالب استوری منتشر کرد و در ادامه میبینیم که این استوری چجوری بوده. ولی صحبتهای پژمان در مورد شاکی و مادرش در مورد همون صحبتهایی بود که مادر شاکی انجام داده و گفته بود که وقتی قاضی از پژمان میخواسته بگه که دقیقاً ارتباطش با دخترش چجوری بوده، پژمان میاد میگه که من با این خانوم هر بار صیغه محرمیت رو خوندم و با همدیگه محرم بودیم. وقتی قاضی به پژمان میگه که خب صیغه رو خودت خوندی یا کسی خونده، پژمان جواب میده که نه، هر بار خودم خوندم. قاضی هم میگه که پس یه بار هم جلوی ما بخون ببینیم بلدی؟ و پژمان هم نمیتونه بندها رو قرائت کنه و همین باعث میشه که قاضی وثیقه رو 2 برابر کنه و بیشتر بهش شک کنه. همه این صحبت ها، این داستانی که واسه شما گفته شد از زبان مادر شاکی بیرون اومده. خیلی جالب و عجیب است که داستان طولانی و بلند و بالای امروز خود دختر خانوم که از پژمان شکایت کرده بود با یکی از خبرگزاری ها انجام داده بود و گفته بود که من فریب خوردم و میخواستم بازیگر بشم. پژمان من رو به دام انداخت و ازم سوء استفاده کرد و به قولهاشم عمل نکرد و من بعد از اینکه دیدم چه کارهایی داره با من میکنه تصمیم گرفتم ازش شکایت کنم. این صحبت ها باعث شد پژمان بیاد و توی استوری خودش اینجوری بگه: با سلام خدمت مردم شریف ایران، با نهایت احترام و عشق، با اینکه سالهاست از فضای مجازی دور هستم، فقط و فقط به احترام شما عزیزان لازم دیدم که این طریقه و در همین رابطه با تهمت کثیفی که به من زده شده نه برای دفاع از خودم هرگز نیاز نمیبینم، چون من عادت کردم با سکوت واقعیت ها رو بگم، بلکه میخوام توضیحی در رابطه با تهمتی که به من زده شده به دلیل اینکه اسم بنده کاملا درون قید شده اینجا خدمتتون عرض کنم. نکته اولی که باید بگم اینه که این موضوع یک مسئله حقوقی دستگاه محترم قضاییه و در حال رسیدگی به پرونده است و تا صدور حکم نهایی من صبور و در این حال مطیع قانون هستم. خواستم از شما اینه که به احترام قانون این امر را رعایت کنید و صبر داشته باشید. نکته دوم درباره مصاحبه اخیری که شخص شاکی و مادر محترمشون انجام دادن، با صراحت و با قسم به دونه‌های خاک مادرم همه داستان بیان شده و داستانهایی که قرائت کردن همگی ساختگی و کذبه. از داستان کثیف داخل منزل من تا نتیجه پزشکی قانونی که تمام نتایج پزشکی قانونی در پرونده موجود هست دقیقاً خلاف همون چیزیه که به دروغ مدعی شده و من به نظرم اینقدر غیر واقعی بود که این مصاحبه واضح و مشخصه. بنده خودم رو مجاز میدونم که توضیح بیشتری رو ندم، چرا که این داستان کثیف همه چیز رو بیان کرده. نقطه آخر این موضوع که من تمام اقوام درجه 1 پدرم، برادرم، خواهرم، بچه هاشون خارج از ایران زندگی میکنن
و نزدیک به 10 سال به خاطر فقط سینما نتونستم برم و ببینیمشون. واجب ترین وظیفه من الان اینه که من بعد این داستان ها برم و دستبوسی پدر عزیزم رو بکنم و مستقیم توی چشش بگم که این داستان ها دروغ و ساختگیه و به اون شکلی که من را متهم کردن نبوده و پسرش همون انسانیه که توقع داره. من به طور قانونی از کشور خارج شدم، اونم برای مدت کوتاهی تا خانوادم رو ببینم. ولی خیلی زود برمیگردم جایی که خاکش متعلق به منه و زندگیمه و مردمش و تمام کسانی که اونجا هستن رو میپرستم و دوستشون دارم و خواستم اینم بگم که شما عزیزها بدونی چرا رفتم و شک نداشته باشید که من تا زنده هستم هیچ وقت خونه و خاکم رو با دنیا عوض نمی کنم. خیلی دوستتون دارم. آرزوم اینه که یک روز بتونم با آرامش بیشتر باهاتون بگم و بخندم و فراموش نکنید من مرگم روزی که جلوی مردم کشورم شرمنده بشم که به لطف شما همچنان ایستاده ایم. این صحبت‌های پژمان جمشیدی بود. نکته جالب توجه ماجرا اونجاست که دختر خانومی که یاد شد گفته که پژمان نه یک بار بلکه چند بار به هم تعرض کرده. پژمان به زور به اون نه یک بار بلکه چندین بار تعرض کرده و همچنین مادر شاکی اون داستان عجیب و غریب و گفت که از نظر رسانه خیلی جالب می اومد و کار کردن روی موضوع و روی این تیتر که پژمان نتونسته جلوی قاضی صیغه رو بتونه قرائت کنه و همونجا قاضی دوباره کرده داستانو و وثیقه رو یعنی دوباره کرده و گفته 200 میلیارد باید الان واسه وثیقه پژمان بذارید که اون رو بتونید آزاد کنید. در روزهای گذشته علی دایی، رضا جاودانی همچنین برخی دیگر از بازیگران کشور نسبت به این صحبت‌ها واکنش نشون دادن و پشت پژمان در اومدن. اما مصاحبه که انجام شد و اتهاماتی که زده شد و همچنین همون داستان صیغه خیلی ورق رو برگردوند و برای همین که اینقدر افکار عمومی داشتن علیه پژمان حرف می زدن، پژمان حیاتاً تصمیم گرفت اون استوری رو بذاره. همون ماجرای خارج شدنش از ایران و رفتنش به ترکیه به تنهایی کافی بود که موج جدیدی از اتهامات افکار عمومی و همچنین انواع و اقسام حرف و حدیث‌ها به پژمان زده بشه. اونم بیاد این کار رو انجام بده و حالا صحبت‌های پژمان کمی فضا رو آرومتر کرده. یعنی همون استوری که گذاشته کم فضا رو آرومتر کرده تا ببینیم روند این اتفاقات به کجا میرسه. این داستان به نظرم میرسه که یکی از عجیبترین داستانه کل فضای مجازی و حقیقتا چند سال اخیر کشور بوده و هیچ وقت یک بازیگر اینقدر در پروسه و بحبوحه یک دادگاه قرار نگرفته بود. اون هم به چه جرمی؟ به یکی از عجیبترین جرمایی که میشه به یک بازیگر و یک سلبریتی نسبت داد و اون هم اتهام به تجاوزه. خیلی هم میگن خب پژمان با این شهرتش چرا احتیاج به این کارها رو داره و اصلا نیازی نداره و خیلی هم برعکس میگن که نه همچین چیزی هست و شاید واقعیت داشته باشه. مرسی که تا با ما اینجا همراه بودید. از اینکه ما رو دنبال کردید بسیار ممنونیم و حتما ما رو لایک کنید و به دوستاتون معرفی کنید و سابسکرایب یادتون نره. تأکید میکنم که حتما ما رو حمایت کنید که باعث دلگرمی ما بشید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.